سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 28 آگوست همراه شما. دادگاه شهری دوشنبه امروز محاکمه پرونده معروف به جنگ ادنا کلاسنیکی را به پایان رساند و یکی از گناهکاران اساسی این مناقشه را به زندان محکوم کرد. دادگاه باباجان حامیدوف ساکن 17 ساله دوشنبه را برای قتل برهان‌الدین ظریفوی همسالش به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مناقشه خونین بین خوانندگان مکتب 54 و 66 شهر دوشنبه ماه می و بعد از جنجال لفظی آنها در شبکه ادنا کلاسنیکی رخ داد و در نتیجه کارتکشی باباجان حامیدوف هلاک شد. دو طرف ضمن معاشرت در ادنا کلاسنیکی یکدیگر را با الفاظ قبیح تحقیر کرده و سپس یکدیگر را به جنگ واقعی دعوت کردند که با فاجعه انجام یافت. همکاری ما گنجینه گنج در محاکمه دادگاهی در دوشنبه حضور داشت و مصاحبه روز نیز با اوست. گنجینه، دیگر گناهکاران در این مناقشه را دادگاه چی جزا داد؟ بله طاهر، دادرس به بحرالله اسایف، اعظم ربیف، جمالدین خولنظرов، اکرام‌الدین خولنظرов و صابر سلیخов بر اساس ماده های 237 قسم 2 بندی بی قانون جنایی با پرداخت 300 نشان دهنده جزا تعیین کرد. همچنین دادرس به کامران خالف، سینا قهارов، علی بخش علی نظرov، طالبخان عوضов، بهروز آدینه و محمد شریف حامیدوف باشد مطابق بندهای 63 و 87 قانون جنایی به کار مجبوری به اندازه 160 ساعتی کاری جزا تعیین کرد. و نزدیکان و خویشاوندان بچه‌هایی که جزا گرفتند حکم دادگاه را چگونه ارزیابی کردند؟ سبک، عادلانه یا جزای سخت؟ بله طاهر، در دادگاه پس از اعلان حکم به غیر از پیوندان باباجان حامیدوف دیگر همه از حکم اعلان کرده دادگاه راضی بودند. تنها مادر باباجان حامیدوف حکم اعلان کرده دادرس را ناعادلانه خواند. و گنجینه، خویشاوندان جوان قربان شده در این مناقشه چه گفتند؟ از حکم دادگاه قناعتمند هستند یا نه؟ خورشید ظریف برادر برهان‌الدین ظریفov که همچون نماینده رسمی اشتراک میکرد در اینجا از حکم برآورده دادگاه ناراضی بود و خودی در تالار دادگاه میخواست اعتراض کند، اما پدرش با این اعتراض او مانع شد. پدرش نگذاشت که او اعتراض کند و برادرش میگوید تصمیم دارد شکایت کاساسیونی برد از بالای حکم برآورده دادگاه دادرس ناحیه سینا. گنجینه گنج همکاری ما از دوشنبه صحبت میکرد. مقامات تاجیکستان میگویند 12 مهمانخانه خصوصی و دولتی در پایتخت کشور را برای قبول 100 نفر از مهمانان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آماده کردند. از جمله خدمات نظارت دولتی بهداشتی و اپیدمیولوژی گفت که سطح پاکیزگی و آمادگی همه این مهمانخانه ها را تفتیش کرده است و مهمانخانه ها نیز تا آخرین نشست سران سازمان همکاری شانگهای زیر نظارت خواهند بود. نشست سران کشورهای عضو تاجیکستان و روسیه، چین و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان روزهای 11 و 12 سپتامبر در دوشنبه برگزار می شود. و در شهر دوشنبه مراسم معرفی کتاب سیمفونی استالین آباد برگزار شد که به قلم ایرینا دوبویتسکایا و ویکتور دوبویتسکی تعلق دارد. ادیب و خبرنگار و تاریخ شناس تاجیکستانی در این کتاب زندگی دوشنبه پایتخت تاجیکستان در سالهای 1930 و 1960 را تصویر کردند که در آن زمان دوشنبه استالین آباد نام داشت. به گفته مؤلفانش ضمن تهیه کتاب از مواد زیادی بایگانی ها استفاده کردند و زندگی مردم عادی و زحمت آنها برای بنیاد جمهوری شوروی تاجیکستان را نشان دادند. تیم ورزشگران جوان تاجیکستان از بازی‌های دوم تابستانه المپیک از شهر نانجینگ چین به مدال برگشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشگر در 7 نوع ورزش، کشتی آزاد، یونانی و رومی، ورزش سبک، زیودا، کمانوری و تیراندازی و شیناوری رقابت کردند، ولی به هیچ یک از آنها میسر نشد که نشان به دست بیارند. بازی‌های دوم تابستانه المپیک در شهر نانجینگ چین از 17 تا 28 آگوست برگزار شد و در آن 3800 ورزشکاری از 14 تا 18 ساله و از 204 کشور شرکت کردند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.